3 2 1 سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به تو بکس. خب برای امروز اونجایی که میدونم ویدیومون راجع به کلکلیه که بین پوریا پوتک و خشی بوده، درسته؟ دقیقاً، ولی اسمشون نمیشه گذاشت کلکل. میدونی چرا؟ چون که خودشون بهش میگن رپ بتل. یه کار خیلی حرفه‌ای و تخصصیه. از چه لحاظ تخصصیه؟ از این لحاظ حرفه‌ای و تخصصیه که جفت رپرها روی یه بیت توافقی همدیگر رو به مدت زمان خاص دیس میکنن. چه باحال. ولی خب تا اونجایی که من میدونم بازم ما نیومدیم که به ویدیوی رپ بتل این دو نفر ریاکت بکنیم. ما اومدیم میمایی که تو شبکه‌های مجازی از طرف طرفدارای پوتاک بوده اونا رو ببینیم و به اونا ریاکت بدیم. بریم ببینیم. قبل اینکه بریم یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین، همین بغل زنگوله بغلش هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، برام کلی کامنت بذار که بهمون کلی انرژی میده. آخرش هم ویدیو رو دیدی خوشت اومد لایک کن. خوشت هم نیامد لایک کن. پس برو بریم. ویدیوی اول خب میگه این خشی داره از طرف میکنه. خشی. از طرف خشی داره میگه. I'd like to take a moment before we begin to close our eyes and meditate on the year that just passed. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه لحظه چشمانو ببندیم. خشی به دیسی که شدم فکر بکنیم. خیلی خوب بود. بریم بعدی. شاشم چقدر خیلی خوب بود. یکی از بهترین میمایی بود که تا حالا فکر کنم زندگی بودم. Quay vô có thể ui wow 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 ui cái kìa او پشته کیه اصولا؟ احتمالا خشیه. نه احتمالا طرفداری. نه با طرفدارا کاری نداریم. ما در مورد خود خشی و پوتاک داریم صحبت می‌کنیم. فقط اومدیم اینجا با هم آهنگساز این برابر نگاه کرد. بیا با پشمان بازی کن. بیا بیا با پشمان بازی کن دیگه. پشم بازی اسباب بازی میخواد. این کارا چی آخه؟ اگه پشمان چی شد؟ اسباب بازی. وای خیلی خوب بود. بیا با پشمان بازی کن. خب نوشته صحبت‌های کچی در رابطه با اینکه در رابطه با برد در بتل چه اقداماتی کرده. چه اقداماتی کرده؟ خشی چه اقداماتی کرده برای برد؟ آره ایشالله که خیر باشه. تا سر بیدار موندم، قرآنو کامل خوندم، 1000 تا دعا کردم، خدا رو صدا کردم، به رسول الله گفتم، عیسی موسی گفتم، از عشقش بیمار شدم، من عاشق. همه رو قسم داره. وای آخرش هم باختم. خب ببین ما نمیگیم کی باخته. خب ولی خب آخه بذارش بگم من نمیخوام. من یه سری از آهنگای خشی رو واقعا دوست دارم. خب منم دوست دارم. و اینکه پوتاک هم موزیک خوب باشه من گوش میدم 100%. آره مثلا آهنگای خیلی خوبی دادن، رپای خیلی خوبی که من اصلا تخصصی نمیتونم در مورد این حرف بزنم چون اصلا تخصصش ندارم. از لحاظ سلیقه یه سری از آهنگاشون ولی خدا وکیلی پوتاک خیلی تند گفت. خیلی فست بود و اینکه اصلا انگار داری رپ امینمو گوش میکنی. آره آخه خیلی خوبه. فقط نسخه ایرانیزه. آره تو هم اینجاشم بتلو باختی استوری بذار بنویس تمام خلاص. بریم اقدامات بعدی خشه ببینیم در مورد.
اتفاق بستن بندای ادمن مو می اتفاق اکنای نستم بنداو. به خدا تو این نمیخوایم بکنیم. بیادبی نمیکنم فقط ادمن مومن نه ببین یعنی مثل بعدیشو ببینیم بعد میگم بقیه‌شو. نه بگو پاس کردم بگو. یعنی اگر پوتک بدونه که طرفداری مثل آرماندو داره که یه همچین میمای مختلف، چون گفتیم چند تا از میما مال خود آرماندوی خودمونه، اگه بدونه که همچین طرفداری داره از همونجا یه ماشین میگیره میاد اینجا دنباله آرماندو رو. خیلی هم فاصلمون زیاد نیست راستشو بخوای. شما اونجایی ما این برتره. این پایین ایرانه نه این بغل. آره اون بالا بغل. خب نزدیکه خیلی نزدیک. برو بعدی. ما در هر صورت پیشنهاد دادیم دیگه، میتونه خود پوتک قبول بکنه. میتونه بریم بعدی. ای جونم الهی شکرت مگه نه؟ جونم مگه نه؟ من خود چیزم من خود سهیل شدم. ای جونم الگوی همین الگوی وبر چیزه سهیله. نه دیگه اونجوری هم که بخوای فکرشو کنی الگوهای من چیزه. الان یه چیز برم یه سوال برم. ای جونم چرا سابسکرایب نکردی؟ بودو جون دل همین بغل ادا ساب نکنه رو در نیار. همه بچه سوهیله. لایک کن. لایک خوشت اومده لایک کن. میدونم آره. بریم بعدی. نوشته که خیلی شبیه دیس خشی نیست. خیلی شبیه دیس خشی نیست. الان سال تو یادم نه تو حالا گم شو برو راتو برو. ها چی گفتی دابل ام جی؟ آخه لامصب برای من نسخ نگیر بهار میاد و کمبوز با خیال میاد. چی گفتی ام جی؟ ها ام جی دابل ام جی ها کمبوز با خیال میاد. بریم بعدی بچه. ای خدا اینا را کجا میارین میکنین خدا وکیلی. بریم بعدی. Next. بچگی منم خشی بکنه همین بود. چرا بستش کرد؟ خیلی خوب بود واقعا. راضی هم از اون. بعدی من جوکرم. رد داده. اونجاش که فهمیگه من جوکرم. چرا؟ بریم بعدی. عجیبه واقعا عجیبه. خیلی خوب. چجوری جرأت کرد بیاد؟ چجوری تخم مرغ داشت؟ تخم مرغ آره. مرغ آقا مرغ. شیر. خب بچه‌ها خیلی خوب بود. به ما که خیلی خوش گذشت. خیلی خندیدیم. میمایی که از طرفدارای پوتک بود واقعا خنده‌دار جالب بود و نشون دهنده طرفداری دو آتیششون بود. خلاقانه بود. واقعا هم بچه‌ها لیاقتشو دارن که همچین طرفدار خیلی خوبی داشته باشن. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید
زنگوله بغلشو بزنید که ویدیوهای بعدی اون از دست ندید. برامون کلی کامنت بذارید، ویدیو هم لایک کنید چون که به ما خیلی انرژی میده. این دو تا پیج اینستاگرامی هم که این پایین میاد پیج شخصی من و وبر هستش. اگه خواستین با همون در ارتباط باشین حتما یادتون نره واسمون کامنت بذارین، فالوم بکنین و برامون مسیج بزنین و اینکه حتما پیج اینستاگرام تو بکس رو هم دنبال بکنید و اون رو هم فالو بکنید، چون که تمام اخبار و اتفاقایی که توی کانال یوتیوبمون میافتن اونجا براتون قبلش همه رو براتون استوری میکنیم. بازم مرسی از اینکه ما رو حمایت میکنین. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. دوستتون داریم خیلی زیاد. خداحافظ.